بچه حالتون چطور؟ الگیمینگ هستم. خوش اومدی به ویدیو جدید من. داری این ویدیو رو نگاه میکنی، یه قلب سفیدم هست، اونو قرمز کن و بیا داخل کانال من دنبالم کن. خوش اومدی به ویدیوهای من. بچه با درآمدم یه میکروفون خریدم که بتونم با اون حرف بزنم، صدا کم نیاد. بچه ازتون میخوام منو دنبال کنی و با درآمدم یه میز گیمینگ بخرم، وسایل گیمینگ بخرم. خوش اومدی به ویدیو. بریم لیتس گو. خب بچه ها میخوام بهتون یاد بدم چه شکلی موهای گوسفند رو ببرید داخل ماینکرافت. اول میریم اون رو چک کنیم، متادا فلکا رو میبینیم. خب نگاه کن، بیا بهتون بگم اینجا چی هست. از اینجا شروع کنیم. اینجا گوسفند داریم، اینجا میز نشستنه، اینجا سگ هست، اینجا بز داریم، مو داریم، دوتا اسب داریم، گربه داریم، استخ داریم، زنگ داریم، بکن آشپزخونه داریم، تلویزیون داریم، اینجا هر حیوانی میبینید داریم. اینم خونه خودمه و با دوستمم که میگیم نه من دوستم. خب بچه ها اینجا رو دیدید، اینجا آشپزخونه است. آشپزخونه واسه بهتون میگم، این دوتا نر ماده پاندا دارم. یه مرده اینجا کار میکنه، اینا اونجا خوابن. وقتی میری اونجا ما اینجا آپارات روبیکا عکس بذارم، فیلم بذارم. بچه ها امروز باید مجازات پیش، اگر گفتید چی بخورم باید پیاز. بدترین چیز پیاز است. خب ها نمیگم برای دوستونی برای همه چی خوبه، ولی من برای مجازات خوب است. خب بچه ها بهتون یاد دادم الان یه دقیقه دیگه 2 دقیقه دیگه همونطور یاد بدم چه شکلی گوسفندا رو رنگی کنید. برو برید. خدا حافظ. بچه ها میخوام بگم خدا حافظ.